شنونده دیگری ما می‌نویسد که شما رو تمامی کارمندان رادیوی صدای دوشنبه رو با فرو رسیدن 25 سالگی رادیو شادباش میگویم براتون قلمی برو و کامیابی‌های نو به نو آرزو دارم. بگذار برنامه‌های آزمونی بیشتر باشد در رادیو دوستان صدای دوشنبه. اینجا از دو هنرمند افضلشور شادیف سه هنرمند شد. اکنون شما جانبداری بکنید که از کی میخواید سرود گوش کنید. مهراب شاه میگوید که من نیز میخوام از افضلشور شادیف ترانه گوش کنم. نگین مخلوقات دلیر خیردین افضلشور شادیف جانبداری در دست شما است مخلصان. آوازی بیشتر بدید و همین لحظه میتوانید در ترجمه برنامه امروزه دوری سفره از هنرمندی پسندیده‌تان ترانه گوش کنید. حسن بای جورقلوف می‌نویسد که من میخوام از نگین مخلوقات ترانه گوش کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. یک سرود الفاظ بکنم از فریدون خوشتیف. بخشی سرود برای شما. سلامت باشید و بینابر بگیریم در رفت برنامه. دوستان عزیز بخشی سرود برای شما است. نگین مخلوقات دلیر خیردین افضلشور شادیف. شما از این سه هنرمند جانبداری کنید. ترانه درخواست میکنم از نگین مخلوقات و پگاه نصیب باشد ساعت 9 من انتظاری برنامه کشمیری هستم از کشیرو. مادر عزیز با جان و دل من این پیشنهاد شما رو گوش میکنم میشنوم. از هفته آینده نصیب از سهراب سفرزاد می‌نویسد اینجا یک شنونده ما 1321 سلام علیکم میخوام از سهراب سفرزاد یک ترانه گوش کنم. اکنون سرود درخواستی خیلی زیاد شد ما بینابر میگیریم. از سبحان سعید سرود غریبی رو پخش میکردید از افضلشور شادیف جانبداری میکنم یک شنونده دیگر. سلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. شب بخیر کشیرو جان. شب بخیر. انتخاب من افضلشور شادیف. افضلشور شادیف سلامت و سربلند باشید.